به قسمت چهارم تور معماری گرجستان خوش اومدین. سالن کنسرت موسیقی تفلیس که به خاطر شکل خاصش به شیپور یا تونل دوقلو هم معروفه. وسط یه پارک سبز توی تفلیس قرار گرفته، یه ساختمانی که بیشتر شبیه شیپور عظیم فلزیه. اینجا سالن کنسرت و مرکز نمایش‌های موسیقی تفلیسه. ساختمانی که از همون اول همه رو با طراحی عجیبش شگفت‌زده کرد. این بنا رو یک معمار ایتالیایی طراحی کرده، کسی که به خلق فضاهای آینده‌نگر و ساختارچکن معروفه. پروژه ساختش اوایل سال 2010 شروع شده، اما هنوز به طور رسمی افتتاح نشده. این سازه شامل 2 حجم استوانه‌ای غول‌پیکره، یه جورایی انگار از دل زمین بیرون زده. یکی قرار سالن کنسرت باشه و اون یکی گالری هنری. نمای بیرونی با پوشش فلزی و شیشه براق نور و محیط اطراف رو منعکس میکنه و به خاطر همین همیشه با نور روز یا شب تغییر چهره میده. با اینکه هنوز افتتاح نشده ولی تبدیل شده به یکی از نمادهای تصویری مدرن شهر تفلیس. یه جور دیالوگ بین معماری معاصر و شهری که ترکیبی از تاریخ، سنت و مدرنیته است. تفلیس داره خودش رو به عنوان یه شهر پیشرو در معماری معاصر معرفی میکنه و این سالن ناتمام دقیقاً وسط این روایت وایستاده، مثل یه وعده معلق در زمان. اما از همون روزهای اول ساخت مردم محلی و حتی رسانه‌ها بهش لقب‌هایی مثل پایپ بیلدینگ، ترامپت بیلدینگ، توین تیوبز رو نسبت دادن. بهش میگن شیپور فضایی، لوله دوقلو یا حتی ساز بیگانه‌ها. اما این فقط یه سالن کنسرته، البته اگه یه روزی بالاخره افتتاح بشه. تا قسمت بعدی تور معماری گرجستان، فعلا